اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. حمد و سپاس مخصوص خدایی است که بر بنده اش کتاب قرآن را نازل کرد و هیچ گونه کجی و انحرافی در آن قرار نداد. قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. در حالی که ثابت و مستقیم است تا بدکاران را از عذاب سخت او بیم دهد و مؤمنانی را که کارهای شایسته انجام می‌دهند مژده دهد که پاداش نیکویی برای آنهاست. ماکثین فیه ابدا، همان بهشتی که جاودانه در آن خواهند ماند. و ینذر الذین قالوا اتخذ الله ولدا، و نیز کسانی که گفتند خداوند فرزندی برای خود برگزیده است بیم دهد. ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. نه ایشان به این سخن علم و آگاهی دارند و نه پدرانشان. سخن بزرگی از دهانشان بیرون می شود. آنان جز دروغ نمی گویند. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. پس گویی می‌خواهی در پی ایشان خود را از غم و اندوه هلاک سازی اگر به این سخن قرآن ایمان نیاورند. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. ما آنچه که روی زمین است زینت آن قرار داده ایم تا آنها را بیازماییم که کدام یکشان بهتر عمل می کنند. و إنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، و ما سرانجام آنچه که روی زمین است به خاکی هموار و بیگیاه تبدیل می کنیم. ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا. آیا گمان کردی که اصحاب کهف و رقیم از جمله نشانه‌های شگفت انگیز ما بوده اند؟ اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. به یاد آور آنگاه که آن جوانان به غار پناه بردند و گفتند پروردگارا ما را از سوی خود رحمتی عطا کن و راه نجاتی برای من فراهم ساز. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. پس ما پرده های خواب را در غار بر گوش هایشان زدیم و سالها در خواب فرو رفتند. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. سپس آنها را برانگیختیم تا بدانیم کدام یک از آن دو گروه مدت ماندن خود را بهتر حساب کرده است. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. ما داستان آنان را به حق برای تو بازگو می کنیم
آنها جوانانی بودند که به پروردگارشان ایمان آورده بودند و ما بر هدایتشان افزودیم. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. و ما دلهای آنها را محکم ساختیم هنگامی که قیام کردند و گفتند پروردگار ما پروردگار آسمان ها و زمین است و ما هرگز غیر از او معبودی نمی پرستیم. اگر چنین کنیم سخنی گزاف و بیهوده گفته ایم. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. این قوم ما معبودهایی جز خدا انتخاب کرده اند. چرا دلیل آشکاری بر این معبودان نمی آورند؟ چه کسی ستمکارتر است از آن فردی که بر خدا دروغ ببندد؟ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. و به آنها گفتیم هنگامی که از آنها و آنچه را جز خدا می پرستند کنار گیری کردید پس به غار پناه برید که پروردگارتان نعمتش را بر شما می گستراند و راه آسایش و نجات از این امر را برای شما فراهم می سازد. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. و خورشید را می دیدی که به هنگام طلوع به سمت راست غارشان متمایل می گردد و به هنگام غروب به سمت چپ و آنها در محل وسیعی از آن غار قرار داشتند. این از آیات خداست. هر کس را هدایت کند پس او هدایت یافته واقعی است و هر که را گمراه کند سرپرست و راهنمایی هرگز برای او نخواهی یافت. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. و اگر به آنها نگاه می کردی می پنداشتی بیدارند در حالی که آنها خفته بودند و ما آنها را به سمت راست و چپ می گرداندیم و سگ آنها دستهای خود را به حالت پاسبانی بر دهانی غار گشوده بود. اگر به آنها نگاه می کردی قطعا فرار می کردی و تو از آنها سخت می ترسیدی. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه
إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. و این گونه ما آنها را از خواب برانگیختیم تا از یکدیگر سؤال کنند. یکی از آنها گفت چه مدت خوابیدید؟ گفتند 1 روز یا بخشی از 1 روز. گفتند پروردگارتان داناتر است که چقدر مانده اید. پس اکنون 1 نفر از خودتان را با این سکه ای که دارید به شهر بفرستید و باید بنگرد کدام یک از غذاها پاکیزه تر است، پس روزی و طعامی از آن برای شما بیاورد و باید دقت کند و هیچ کس را از حال شما آگاه نسازد. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. به درستی که اگر آنها بر شما دست یابند سنگسارتان می کنند یا شما را به آیین خیش باز می گردانند و در آن صورت هرگز رستگار نخواهید شد. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. و این چنین مردم را متوجه حال آنها کردیم تا بدانند که وعده خداوند حق است و آنکه در قیامت شکی نیست. هنگامی که مردم میان خود در این باره نزاع می کردند، پس گروهی گفتند بنایی بر آن بسازید، پروردگارشان از آنها آگاه تر است. برخی دیگر که قدرت به دست داشتند گفتند بر غار ایشان پرستشگاهی می سازیم. سيقولون 3 رابعهم كلبهم ويقولون 5 سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون 7 وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. گروهی خواهند گفت آنها 3 نفر بودند که 4مین آنها سگشان بود و گروهی میگویند 5 نفر بودند که 6مین آنها سگشان بود. همه اینها سخنانی بدون دلیل است. و گروهی میگویند آنها 7 نفر بودند و 8مین آنها سگشان بود. بگو پروردگار من از تعداد آنها آگاه تر است. جز گروه کمی تعداد آنها را نمیدانند. پس درباره آنان گفتگوی مختصر و ساده داشته باش و از هیچ کس درباره آنها سؤال مکن. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا. و هرگز درباره هیچ چیز نگو من فردا آن را انجام میدهم. إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. مگر اینکه خدا بخواهد
و هرگاه فراموش کردی پروردگارت را به خاطر بیاور و بگو امیدوارم که پروردگارم مرا به راهی روشن‌تر از این هدایت کند. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. و آنها مدت 300 سال در غارشان درنگ کردند و 9 سال نیز بر آن افزودند. قل الله اعلم بما لبثوا له غیب السماوات والارض ابصر به واسمع ما لهم من دونه من ولی ولا يشرك في حكمه احدا. ای پیامبر بگو خداوند از مدت ماندنشان در غار آگاه تر است. غیب آسمان ها و زمین از آن اوست، چقدر بیناست و چقدر شنواست. آنها هیچ ولی و سرپرستی جز او ندارند و او تعالی هیچ کس را در حکم خود شریک نمی کند. واتل ما اوحی الیک من کتاب ربک لا مبدل لکلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. و آنچه از کتاب پروردگارت به سوی تو وحی شده تلاوت کن. هیچ کسی نمیتواند سخنان پروردگارت را دگرگون سازد و هرگز پناهگاهی جز او نمییابی. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. و با کسانی باش که پروردگار خود را صبحگاهان و شامگاهان می‌خوانند و تنها وجه او را می‌طلبند و هرگز به خاطر زیورهای دنیا چشمانت از آنها برمگیر و پیروی نکن از کسانی که دلهایشان را از یاد خود غافل ساخته ایم و هوای نفس خیش را پیروی کردند و کارهایشان از حد گذشته است. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. ای پیامبر بگو این قرآن حق است از سوی پروردگارتان، پس هر کس می‌خواهد ایمان بیاورد و هر کس می‌خواهد کافر گردد. ما برای ستمکاران آتشی آماده کرده ایم که سراپرده اش آنان را از هر طرف احاطه کرده است و اگر تقاضای آب کنند آبی همچون فلز گداخته که صورتها را بریان می کند برای آنان می آورند. چه بد نوشیدنی و چه بد آرامگاهی است. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. به درستی کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند همانا ما پاداش نیکوکاران را ضایع نخواهیم کرد. أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من
سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. آنها کسانی هستند که بهشت های جاویدان از آن ایشان است، بهشت هایی که نهرها از زیر کاخ ها و درختان آن جاری است. در آنجا با دستبندهایی از طلا آراسته می شوند و لباسهای فاخر سبز رنگ از حریر نازک و ضخیم در بر می کنند، در حالی که بر تختها تکیه زده اند. چه پاداش خوبی و چه منزل نیکو و خوبی است. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. و ای پیامبر، برای آنها مثالی بزن، مثال آن دو مرد که برای یکی از آنها دو باغ از انواع انگورها قرار دادیم و گرداگرد آن دو باغ را با درختان نخل پوشاندیم و در میان آن زراعت قرار دادیم. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. هر دو باغ میوه آورده بود، میوه های بسیار و چیزی فروگذار نکرده بود، و میان آن دو باغ نهر بزرگی جاری ساخته بودیم. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. صاحب این دو باغ میوه های بسیار و درآمد فراوانی داشت، پس به همین خاطر با دوستش در حالی که با او گفتگو می کرد گفت من از لحاظ ثروت از تو بیشترم و از لحاظ نفرات نیرومندترم. و دخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبید هذه أبدا. و در حالی که به خود ستمکار بود در باغ خیش داخل شد و گفت من باور نمی کنم هرگز این باغ نابود شود. وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. و باور نمی کنم که قیامت برپا گردد و اگر به سوی پروردگارم بازگردانده شوم قطعاً جایگاهی بهتر از این خواهم یافت. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. دوست وی در حالی که با او گفتگو می کرد به او گفت آیا به آن کسی که تو را از خاک سپس از نطفه آفرید آنگاه تو را مردی کامل قرار داد کافر شدی؟ لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. لیکن من میگویم الله پروردگار من است و هیچ کس را شریک پروردگارم قرار نمیدهم. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. چرا هنگامی که به باغ خیش وارد شدی نگفتی ماشاءالله، نیرو و قوتی جز از ناحیه خدا نیست اگر مرا از نظر مال و فرزند کمتر از خود ببینی. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك
جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. پس امید است که پروردگارم بهتر از باغ تو به من بدهد و بر باغ تو آفتی از آسمان فرو فرستد تا به زمینی بی گیاه لغزنده ای تبدیل گردد. او یصبح ماؤها غورا فلن تستطیع له طلبا. یا آب آن در عمق زمین فرو رفته تا هرگز نتوانی آن را به دست آوری. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. سرانجام عذاب الهی فرا رسید و تمام میوه هایش را در بر گرفت و نابود شد و او به خاطر هزینه هایی که صرف آن کرده بود پیوسته دست هایش را به هم میمالید در حالی که داربست های آن فرو ریخته بود و می گفت ای کاش کسی را شریک پروردگارم قرار نداده بودم. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. و او را گروهی نبود که در برابر خداوند یاریش کنند و نتوانست که خود را یاری کند. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. در آنجا ثابت گردید که یاری و کمک از آن خداوند برحق است. اوست که بهترین پاداش و بهترین عاقبت را دارد. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. ای پیامبر برای آنان مثل زندگی دنیا را بزن که مانند آبی است که آن را از آسمان فرو فرستادیم، سپس گیاهان زمین با آن در هم آمیخت، سپس خشک گردید و بادها آن را به هر سو پراکنده اش کردند و خداوند بر همه چیز تواناست. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا. مال و فرزندان زینت زندگی دنیاست و کارهای ماندگار شایسته نزد پروردگارت بهترین ثواب دارد و بهترین امید است. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. و به یاد آور روزی که کوهها را به حرکت درآوریم و زمین را آشکار و صاف می‌بینی، همگان را گرد می‌آوریم و احدی از آنان را فرو نمی‌گذاریم. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. و ایشان به صف بر پروردگارت عرضه می شوند و به آنها می فرماید همگی نزد ما آمدید همان گونه که نخستین بار شما را آفریدیم، بلکه شما گمان می کردید ما هرگز موعدی برای شما قرار نخواهیم داد. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما
ما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. و کتاب نامه اعمال در آنجا گذارده می شود. پس گناهکاران را می بینی که از آنچه در آن است ترسانند و می گویند ای وای بر ما، این چه کتابی است که هیچ عملی کوچک و بزرگی را فرو نگذاشته مگر اینکه آن را به شمار آورده است و آنچه را انجام داده اند حاضر یابند و پروردگارت به هیچ کس ستم نمی کند. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا. و ای پیامبر برایشان بیان کن زمانی که به فرشتگان گفتیم برای آدم سجده کنید، پس سجده کردند به جز ابلیس که از جن بود و از فرمان پروردگارش سرپیچید. آیا او و فرزندانش به جای من دوستان خود میگیرید در حالی که آنها دشمن شما هستند؟ ستمکاران چه جایگزین بدی دارند. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. من آنان را به هنگام آفرینش آسمان ها و زمین و نه به هنگام آفرینش خودشان حاضر نکردم و من هیچ وقت گمراه کنندگان را دستیار و مددکار خود قرار نمی دهم. و یوم یقول نادوا شرکائی الذین زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. و بیاد بیاورید روزی را که خداوند می‌فرماید شریک هایی را که برای من میپنداشتید بخوانید، پس آنها را بخوانند ولی اجابتشان نکنند و ما در میان این دو گروه هلاکتگاهی قرار داده ایم. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. و گناهکاران آتش دوزخ را می‌بینند پس یقین می‌کنند که در آن خواهند افتاد و از آن هیچ راه گریزی نیابند. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. و به راستی در این قرآن هر گونه مثلی برای مردم بیان کرده ایم، ولی انسان بیش از هر چیز به مجادله می پردازد. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. و چیزی مردم را باز نداشت از اینکه وقتی هدایت به سویشان آمد ایمان بیاورند و از پروردگارشان طلب آمرزش کنند، جز اینکه می‌خواستند سرنوشت پیشینیان برای آنان بیاید یا عذاب در برابرشان قرار گیرد.
وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. و ما پیامبران را جز بشارت دهنده و هشدار دهنده نمی فرستیم و کسانی که کافر شدند همواره به باطل مجادله می کنند تا به وسیله آن حق را از میان بردارند و آیات و نشانه های من و آنچه به آن بیم داده شده اند به باد مسخره گرفتند. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. و چه کسی ستمکار تر از آن کسی است که به آیات پروردگارش پند داده شود سپس از آن روی گرداند و آنچه را با دستهای خود پیش فرستاده فراموش کرد. ما بر دلهای آنان پرده های افکندیم تا نفهمند و در گوشهایشان سنگینی قرار داده ایم و اگر آنها را به سوی هدایت بخوانی پس هرگز هدایت نمی شوند. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. و پروردگارت آمرزنده و صاحب رحمت است. اگر به خاطر آنچه مرتکب شده اند آنها را مؤاخذه می کرد قطعا هرچه زودتر عذاب را برای آنها می فرستاد ولی برای آنها موعدی است که هرگز از آن راه فراری نخواهند داشت. و تلك القرى اهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. و این شهرها و آبادیها هنگامی که ستم کردند هلاکشان نمودیم و برای هلاکتشان موعدی قرار دادیم. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا. و بیاور هنگامی را که موسی به جوان خدمتکار خود گفت من دست از جستجو بر نمی دارم تا به محل برخورد دو دریا برسم هرچند مدت طولانی به راه خود ادامه دهم. فلما بلغا مجمع بینهما نسیا حوتهما فاتخذ سبیله فی البحر سربا. پس چون به محل برخورد دو دریا رسیدند ماهی خود را فراموش کردند و ماهی راه خود را در دریا پیش گرفت. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. پس هنگامی که از آنجا گذشتند موسی به جوان خدمتکار خود گفت غذای من را بیاور که سخت از این سفرمان خسته شده ایم. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا.
گفت به یاد داری هنگامی که برای استراحت به کنار آن تخت سنگ پناه بردیم؟ من در آنجا ماهی را فراموش کردم و جز شیطان کسی آن را از یاد من نبرد تا به یادش باشم. و ماهی به طرز شگفت آوری راه خود را در دریا پیش گرفت. قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا. موسی گفت آن همان چیزی بود که ما می‌خواستیم، پس جستجو کنان از همان راه بازگشتند. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. پس در آنجا بنده ای از بندگانم را یافتند که از جانب خود به او رحمتی عطا کرده و علم فراوانی از نزد خود به او آموخته بودیم. قال له موسى هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا. موسی به او گفت آیا از تو پیروی کنم تا از آنچه به تو آموخته شده و مایه رشد و صلاح است به من بیاموزی؟ قال انك لن تستطيع معي صبرا. خضر گفت تو هرگز نمیتوانی با من شکیبایی کنی. و کیف تصبر على ما لم تحط به خبرا. و چگونه میتوانی بر چیزی که به راز آن آگاه نیستی شکیبا باشی؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. موسی گفت به خواست خدا مرا شکیبا خواهی یافت و در هیچ کاری تو را نافرمانی نکنم. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. خضر گفت پس اگر همراهی مرا نمودی از هیچ چیز مپرس تا آنکه خودم درباره آن برای تو سخن بگویم. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. پس آن دو به راه افتادند تا آنکه سوار کشتی شدند. خضر کشتی را سوراخ کرد. موسی گفت آیا آن را سوراخ کردی تا سرنشینان آن را غرق کنی؟ راستی چه کار بدی انجام دادی؟ قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. خضر گفت آیا نگفتم تو هرگز نمیتوانی با من شکیبایی کنی؟ قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. موسی گفت به خاطر آنچه فراموش کردم مرا مؤاخذه مکن و از این کارم بر من سخت مگیر. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. پس به راه خود ادامه دادند تا هنگامی که به نوجوانی برخوردند. پس خضر او را کشت. موسی گفت آیا انسان پاکی را بدون آنکه کسی را کشته باشد کشتی؟ به راستی کار زشتی انجام دادی. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. گفت آیا به تو نگفتم که هرگز نمیتوانی با من صبر کنی؟
قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدنی عذرا. موسی گفت بعد از این اگر از تو درباره چیزی سؤال کردم دیگر با من همراهی نکن، به راستی از جانب من معذور خواهی بود. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. پس به راه خود ادامه دادند تا به اهل قریه ای رسیدند. از آنان خواستند که به ایشان غذا دهند، ولی آنان از مهمان نمودن آنان خودداری کردند. آنگاه در آنجا دیواری یافتند که میخواست فرو ریزد، پس خضر آن را راست و استوار کرد. موسی گفت اگر میخواستی میتوانستی در مقابل این کار مزدی بگیری. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. خضر گفت اینک زمان جدایی من و تو فرا رسیده، به زودی تو را از راز و حکمت آنچه که نتوانستی در برابر آن صبر کنی آگاه خواهم ساخت. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. اما کشتی از آن بینوایانی بود که در دریا کار می کردند، پس من خواستم آن را معیوب کنم، چرا که پشت سر آنها پادشاهی ستمگر بود که هر کشتی سالمی را به زور می گرفت. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. و اما نوجوان، پدر و مادرش هر دو با ایمان بودند، پس بیم داشتیم که آنان را به سرکشی و کفر وادارد. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. از این رو خواستیم که پروردگارشان فرزند پاک در و پرمحبت تری به جای او به آن دو عطا فرماید. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. و اما دیوار از آن دو نوجوان یتیم در آن شهر بود و زیر آن گنجی متعلق به آن دو وجود داشت و پدرشان مردی صالح بود، پس پروردگارت خواست که آنان به حد بلوغ برسند و گنج خود را بیرون آورند. این رحمتی از پروردگارت بود. این کارها را من خودسرانه انجام ندادم، این بود راز و حکمت کارهایی که نتوانستی در برابر آنها صبر کنی. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا.
و ای پیامبر، از تو درباره ذوالقرنین میپرسند، بگو به زودی چیزی از سرگذشت او برای شما خواهم خواند. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. یقینا ما به او در زمین قدرت و حکومت دادیم و اسباب هر چیز را در اختیارش گذاشتیم. فأتبع سببا. پس او از این اسباب پیروی و استفاده کرد. حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. تا آنکه به غروبگاه آفتاب رسید، چنین به نظرش رسید که خورشید در چشمه‌ای گلالود و سیاه غروب می کند و در آنجا مردمی را یافت. گفتیم ای ذوالقرنین، یا آنان را مجازات می کنی و یا روش خوبی درباره آنها انتخاب می نمایی. قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. ذوالقرنین گفت اما کسی که ستم کرده است مجازات خواهیم کرد، سپس به سوی پروردگارش باز گردانده می شود، آنگاه او را مجازات سختی خواهد کرد. و اما من آمن و عمل صالحا فله جزاء الحسنى و سنقول له من امرنا یسرا. و اما کسی که ایمان آورد و کار شایسته انجام داد، پس در آخرت پاداشی نیکو دارد و ما دستور آسانی به او خواهیم داد. ثم اتبع سببا. سپس از اسبابی که در اختیارش بود استفاده کرد. حتی اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. تا آنکه به جایگاه برآمدن آفتاب رسید، در آنجا دید که آفتاب بر مردمانی طلوع می کند که در برابر تابش آفتاب برایشان پوششی قرار نداده بودیم. كذلك وقد احطنا بما لديه خبرا. این چنین بود کار ذوالقرنین و به راستی ما از آنچه در اختیار داشت و انجام میداد کاملا آگاه بودیم. ثم اتبع سببا. سپس از وسایل و اسباب استفاده کرد. حتى اذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. و به سفر ادامه داد تا به میان دو کوه رسید و در کنار آن دو کوه مردمی را یافت که هیچ سخنی را نمی‌فهمیدند. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. آنان به او گفتند ای ذوالقرنین، یأجوج و مأجوج در این سرزمین فساد می کنند، پس آیا هزینه ای برای تو قرار دهیم که میان ما و آنها سدی بسازی؟ قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. ذوالقرنین گفت آنچه پروردگارم در اختیار من قرار داده بهتر است، پس مرا با نیرو یاری کنید تا میان شما و آنها سد محکمی بسازم. آتوني زبر الحديد
حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. قطعات بزرگ آهن برایم بیاورید و روی هم بچینید تا وقتی که کاملا میان دو کوه برابر کرد و پوشانید گفت در اطراف آن آتش بیفروزید و در آن بدمید. آنها دمیدند تا وقتی قطعات آهن را سرخ و گداخته کرد گفت اکنون مس ذوب شده برایم بیاورید تا بر روی آن بریزم. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. سرانجام سد محکمی ساخت پس آنها اصلا نتوانستند از آن بالا روند و نتوانستند سوراخ و نقبی در آن ایجاد کنند. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. آنگاه گفت این از رحمت پروردگار من است، اما هنگامی که وعده پروردگارم فرا رسد آن را در هم میکوبد و وعده پروردگارم حق است. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. و در آن روز که جهان پایان میپذیرد ما آنها را چنان رها میکنیم که در هم موج میزنند و در شیپور دمیده میشود، سپس ما همه را در یک جا جمع میکنیم. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. و در آن روز جهنم را بر کافران عرضه می‌داریم. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. آن کسانی که چشمانشان از یاد من در پرده غفلت بود و توان شنیدن حق را نداشتند. افحسب الذين كفروا ان يتخذوا عبادي من دوني اولياء إنا اعتدنا جهنم للكافرين نزلا. آیا کسانی که کافر شدند گمان میبرند که بندگان مرا به جای من اولیای خود بگیرند؟ بیگمان ما جهنم را برای پذیرایی کافران آماده کرده ایم. قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا. ای پیامبر بگو آیا شما را به زیانکارترین مردم در کارها خبر دهیم؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. کسانی که تلاش و کوشششان در زندگی دنیا تباه و ضایع شده و با این حال گمان می کنند که کار نیک انجام می دهند. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. آنها کسانی هستند که به آیات پروردگارشان و لقای او در جهان آخرت کافر شدند و در نتیجه اعمالشان تباه و نابود شد. سپس در روز قیامت برای آنها وزنی برپا نخواهیم کرد. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آیاتی و رسلی هزوا. آری این گونه است سزای ایشان دوزخ است،
به خاطر آنکه کافر شدند و آیات من و پیامبرانم را مسخره گرفتند. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. بیگمان کسانی که ایمان آورده اند و کارهای شایسته انجام دادند، باغهای برین محل پذیرایی آنان خواهد بود. خالدین فیها لا یبغون عنها حولا. جاودانه در آن خواهند ماند و هرگز تقاضای نقل مکان از آنجا نمی کنند. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ای پیامبر بگو اگر دریا برای نگارش کلمات پروردگارم جوهر شود، قطعا دریا به پایان میرسد پیش از آن که کلمات پروردگارم پایان یابد، هرچند همانند آن دریا به کمک آن بیاوریم. قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. ای پیامبر بگو من فقط بشری هستم مثل شما. به من وحی می شود که تنها معبودتان معبود یگانه است، پس هر که به لقای پروردگارش امید دارد باید کار شایسته انجام دهد و هیچ کس را در عبادت پروردگارش شریک نسازد.